افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکانی بیبی. انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. امشب من به شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه تربیوی اجل حرص و حسود را میخوانم. بود نبود دو همسایه بود. به هم دوست بودند آن دو همسایه. بعد کاری یک همسایه آمد کرد. آدمی زیرک و کردان و بغیرت که بود پول می یافت، چیز و چاره می خرید، باغ آباد کرد، عمارت‌های بلند و زیبای خشتکاری و چوبکاری و پر از نقش و نگار ساخت. مردم می دیدند و هوسشون می آمد. انا زیست و زندگانی و انا جاه و جلال می گفتند مردم. همسایه رشک کرد، صبر و طاقت گم کرد، نمیدانست چی کار کند. هر بار که حولی و باغ آباد و تازه و آزاده و گلزار، ایوانهای بلند، قطار ستونهای کندکاری را میدید، مثل موی بروی آتش افتاده به خود میپیچید و دودش میبرآمد. روزی به غلامش گفت: پگاه در خانه همسایه معرکه است، تو را به خدمت دعوت میکنند. یک کار کرده کاری همسایه را دوست که به من بسیار در کار است. من تو را به عوض این خدمت خرسند میکنم. آخر این چه خیل میشده است که من چیزی همسایه را میدوزیدم؟ من این خیل عادت ندارم. خودتان به من گفته اید که دزدی گناه. گفت غلام. خوجینش گفت: تو غلام زر خریدی، من امر من به تو واجب. من تو را به دزدی مجبور کرده ایستادم، گناهش بر سر من. غلام ناعلاج ماند و امر خوجینش را به جا آورد. چند روز گذشت و خوجین باز غلامش را به پیشش جیغ زده گفت: گوش کن، تو میخواهی آزاد باشی؟ کدام غلام نمیخواهد که آزاد باشد؟ گفت غلام. تو میخواهی صاحب خانه و جای باشی؟ باز پرسید خوجین. برای غلام از این آرزو زورتر آرزوی نیست. گفت غلام. تو میخواهی زنی زیبا داشته باشی؟ باز پرسید خوجین. من شوخی نمی کنم. گفت او. به همه این صاحب میشوی اگر به گپ من درآیی و فرموده مرا بکنی. همین سحر با کردی همسایه مرا میکشی و مردم را به کنج حوله او برده میپرتایی. بعد شور و غوغا برداشته میگویی که همسایه به خوجینم خصومت داشت. همین سحر جیغ زده به حوله‌اش برد و کشته پرتافت. اون طرفش چی میشود خودت میدانی. من کشته میشوم، هر چی دارم به تو میماند. غلام راضی نشد، زاری کرد، التجا کرد. خوجینش به گپ خودش ایستاد و به او تهدید کرده گفت: اگر به گپ من ندارایی، من تو را به دست خودم میکشم. غلام را چاره نبود، گفته خوجینش را کرد. پگاهی مرده او را در کنج حوله همسایه یافتند. غلام داد و فریاد برداشته گفت که همسایه به خوجینش قصد داشت، گپشان گریخته بود، انتقام گرفت. خلاص به او باور کردند و همسایه را داشته برده به زندان پرتافتند. غلام آزاد شد.
و زن و حولی خانه خوجینش را صاحبی کرد. خدا به او آزادی داده بود و مال و ملک و زنی آزاده زیبا، ولی او آرام نبود. لحظه نبود که همسایش از یادش رود. فکری آن که مرد بیچاره به هیچ گناه بدنام شد و گناهکار و حالا در کنج زندان عذاب گور را میکشد، لحظه از سرش دور نمی رفت. لحظه نبود که غلام خود را آسوده حس کند و عذاب نکشد. روز از روز طاقت شکن می شد این عذاب و یک روز او خود را دیگر نگاه داشته نتوانست. به محکمه قاضی رفته واقعه شدگی را یک یک گفته داد. همسایه خوجین را آزاد کردند و غلام را به زندان پرتافتند. شما گناه نداشته اید، گفت قاضی. غلامی همسایتان با پای خودش آمده حقیقت حال را گفت. با پای خودش آمده به گناهش اقرار شده باشد، را آزاد کنید. التماس کرد همسایه. ما آدم کش را آزاد نمی کنیم، گفت قاضی. او قاتل است، باید جزایش را بیند. او آدم نکشته است، او حسد را کشته است. حسد را کشته است که یک نوع کرم زهر نفس است و کس را از درون خورده نابود می کند، گفت همسایه. پیش قاضی مردی حکیمی نشسته بود. گپی همسایه را تصدیق نمود و اضافه کرد. او باز حرص را کشته است. از بحر جاه و زن و باغ و راه برآمده اینجا آمده به گناه خود اقرار شدن به این دلیل است. گپی همسایه و مردی حکیم معنا داشت. قاضی فهمید و راضی شده غلام را جواب داد. غلام و همسایه خوجینش به حولی هایشان آمده به مردم توی و تماشا دادند و با یکدیگر دوست و برادر شده تا آخری عمرشان خوش و خرسند زندگی کرده گشتند و به مراد و مقصدشان رسیدند. شما هم اصلکانی بیبی به مراد و مقصدتان برسید. انا همین بود افسانه اجل حرص و حسود. به شما مقل شد؟ با شما بودم عزیزکان دل، بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین برای